استرات همچنان میتواند ویروس های هپاتیت بی و هپاتیت سی را تشخیص دهد. هپاتیت بی و سی عفونت هایی هستند که به جگر حمله می کنند و از طریق خون منتقل می شوند. هپاتیت بی همچنان میتواند از طریق روابط جنسی منتقل شود. هپاتیت بی اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، درمان‌هایی وجود دارد که به شما امکان می‌دهد با هپاتیت بی به خوبی زندگی کنید. اگر نتیجه آزمایش منفی باشد، واکسینی وجود دارد که شما را برای همیشه محافظت می‌کند. شما می‌توانید در مطب دکتر، شفاخانه یا مرکز صحت جنسی واکسین شوید. گاهی اوقات واکسین‌های دیگر نیز ممکن ارائه شود. اگر واکسین نشده اید، کاندوم از شما در برابر هپاتیت بی و همچنین سایر امراض مخابراتی محافظت می‌کند. هپاتیت سی اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، درمان‌های مؤثری برای درمان آن وجود دارد. وقتی آن است که آزمایش شوید. نتیجه آزمایش هر چی که باشد، راه حل‌های وجود دارد. شما می توانید در مورد سلامت جنسی خود با آزمایش کننده صحبت کنید و پاسخی برای تمام سوالات خود دریافت خواهید کرد. تشکر از توجهتان.